شما هم احتمالاً تا حالا با خودتون فکر کردید که چقدر خوب میشد اگه یه اینستاگرام داشتم که فالوور زیادی داشت، میتونستم تبلیغ بگیرم، محصولاتمو بفروشم یا اینکه چنل یوتیوبمو روش معرفی کنم. ولی بعدش زمانی که می‌خواستید شروع کنید گیج بودید که چطوری باید این کارو انجام بدید. که خب امروز من بهتون میگم. شما برای پیشرفت روی اینستاگرام کلاً 4 تا مرحله رو باید انجام بدید: جذب، تبدیل، فروش، تبلیغ. که هرچی به سمت جلو میریم هر مرحله سخت‌تر میشه و افراد کمتری انجامش میدن. ولی کسایی که الان میبینید روی اینستاگرام موفقن همونایین که همه این 4 تا مرحله رو انجام دادن. اگه یه اکانت اینستاگرام دارید احتمالاً مرحله 1 رو تا حدودی انجام دادید و تعدادی فالوور دارید. این همون مرحله جذبه که شما باید تعداد افراد داخل پیجتون رو ببرید بالا. مرحله دوم که یه خورده سخت‌تر میشه مرحله تبدیله. بچه‌ها تبدیل با تولید محتوا انجام میشه. عدد دقیقی نداره ولی حداقل روزی یه پست و 10-15 تا استوری باید بذارید که پیجتون فعال باشه. و در نهایت منظورمون از تبدیل کردن اینه که شما باید فالووراتون رو تبدیل به رفیقاتون بکنید. چرا؟ چون به شما اعتماد دارن و این اعتماد باعث میشه که مرحله سوم یعنی فروش رو بتونید خیلی راحت‌تر انجام بدید. و اینکه بچه‌ها فروش فقط فروش یه محصول فیزیکی نیست. همین که شما یک نفر رو معرفی میکنید توی استوری و همه برن دنبالش بکنن، این خودش یه نوع فروش محسوب میشه. یا اینکه شما لینک یوتیوبتون رو بذارید بیان فالو بکنن، این هم فروش محسوب میشه. و در نهایت هر چیزی که برای شما درآمدزایی داشته باشه جزو مرحله فروش به حساب میاد. مرحله چهارم بچه‌ها تئوریش خیلی راحته. شما باید 30 تا 40% پولی رو که توی مرحله فروش به دست آوردید تبلیغ بکنید. ولی در عمل خیلی سخته، چون شما تازه شروع کردید به درآمدزایی، براتون سخته که دوباره همون پولایی رو که به سختی درآوردید خرج بکنید. و از یه طرف اگه تبلیغ کردن هم بلد نباشید، اون پولی رو که دارید خرج میکنید کاملا هدر میره و فایده‌ای واسهتون نداره. پس باید یادش بگیرید. بچه‌ها چارچوب کلی فعالیت روی اینستاگرام همش همینه. حسابیاتون نره. گود بای.